صندلیو کشید جلو، با یه صدای آرومی گفت آقای زمانی میخوای مشکل رو همینجا حلش کنیم؟ سال 93 بود. اولین رسیدگیایی بود که میرفتم. اسناد و مدارک رو به ممیز ارائه دادیم. بعد اتمامش ممیز ازمون یه درخواست نامتعارف داشت. میخواست مبلغی رو خارج از بحث مالیات دریافت بکنه. کارفرما حسابی ترسیده بود. نگران بود که چه گیر و گرفتی توی اسناد وجود داره که چنین چیزی رو طلب کرده ممیز. ولی من مطمئن بودم که اسناد و مدارک مشکل موردی ندارن، ولی هنوز ابتدای مسیرم بودم. نمیتونستم که بقبولونم به کارفرما که مشکل موردی توی اسناد و مدارک وجود نداره. به هر ترتیبی خیالش راحت کردم که مشکلی پیش نمیاد و از اداره مالیات بریم بیرون. رفتیم. واقعیتش اینه که خیلی نگران بودم بابت صدور برگ تشخیص، تا اینکه برگ تشخیص بعد چند روز صادر شد. خدا رو شکر همون عددی که مد نظر ذهنی خودمون بود صادر شده بود و ممیز همونطور که من گفته بودم نمیتونست عددی بیش از اون چیزی که صحبت کرده بودیم بخواد بزنه و کلاً اون چیزی که از ما میخواست یه خواسته جانبی بدون پشتوانه بود. اون چیزی که از ما میخواست یه زیرمیزی نامتعارف بود که نیازی به پرداختش نبود. حرفم با شما کارفرماست، توی انتخاب مشاور به شدت دقت کنید، ولی بعد از اینکه مشاورتون رو انتخاب کردید و باهاش همکاری رو شروع کردید، دیگه توی روندها بهش اعتماد بکنید و مطابق چیزی که برنامه‌ریزی کرده شما هم پیش برید. اگر شما هم تجربه مشابهی دارید توی کامنت ها با همون به اشتراک بذارید.